من گفتیله بپرین و اول یه جای 3% رو اینطوری میکنید و زیرش رو کامل ابسیدین میذاری آقا. تا اینجاش اوکیه. بعد اینجاش هم گفته دور تا دورش چیز بذار، دور تا دورش از اینا بذار، دوباره ابسیدین. خب بعد که این ابسیدین رو گذاشتی دیسپنسر بردار بذار اینجا، فقط اینطوری نذار، اینطوری. خب اینطوری 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 همینطوری اینطوری. خب بعد حالا هر 4 گوشه رو با ابسیدین دوباره پر میکنیم. خب بعد ردستون کار میکنیم. بعد بشینید وگرنه اگه نشسته بزنید رو اینا نمیشه. خب بعد که اینا رو اینجوری میکنید اینجا یه دکمه میذاری با چیز که هر وقت دلت بخواد فعال و غیر فعال باشه. حالا این وسط دقیقا اینجا یه دونه اینا میذاری، بعد یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. بعد حالا اینجا TNT تو میذاری. 12 تا TNT کافیه. خب یکم طول میکشه. و حالا که کل اینا رو گذاشتیم میخوام ببینم که راسته یا دروغ. میزنیم و میبینیم اینجا الان TNT میاد. راست بود.